السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. معلم یک سوال داشتم. معلم همین در شهر روسیه ویانده کار میکنیم، سعی کنده بسیار اسراف کاری میشده، همراه به ما گناهکار میشیم. معلم ما کودکابا افقاد افقونی میگیریم و کودکابا میتیم بسیار هم میپرتیم همی افقوتوه. خواهرم شما اگر پزنده شما باشید، شما دیده و دانسته زیاد پختید، گناهگار میشوید. اما پزنده شما نیستید، مسئول شما نیستید، در اینجا شما گناهگار نمیشوید. اما شما میتوانید پیش رو اسراف رو گیرید، میتوانید و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر نصیحت کنید که از این کمتر پزنی که حتی برای حیوان دهید، هم مثلا پیشک و سگ و اینها هم انشاءالله پرنده و اسراف نمیشود. یعنی پیش روحش رو گیرید. اما گفتید من خودم میپزم، دیده و دانسته زیاد میپزم، در اینجا انیق 100% شما در اسراف شریک هستید. این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، میگه الله، اسرافکاران از برادران شیطان هستند. اگر همه خلیبای ماندگی هاشون همی و هاشون میگیریم آورده مثال کوچه ها و کفتر رو هم تینا و میتیم یا خانه بگرفتیم، در این حالت هم گناه خواهرم در اینجا از مدیرش پرسید، برای اینکه از شبهت دور شوید پرسید که بجای اسراف شدن ما این رو میبریم، باور دارم که اجازه میده. سلامت باشید. ام صفیه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. و کنده فروختن میوه خام ممکن نمی؟ کنده فروختن میوه خام مادامی که مردم از آن میخورند و استفاده میبرند با که ندارد. میوه خام در درخت حالی تعیین نیست، شاید که یعنی تا پخته رسیدنش الکی خریدن و بعد از پختنش کندن ممکن است، چون که شاید تا پخته رسیدن یگان آفت آید و شما گرفته نتوانید. لیکن شما آوردید و در بازار فروختید. پیامبر مثلا از رطب خرمایی که هنوز نپخته است از آن میخوردن. مثلا شما گل رو دیدید یا گفتیم نه زردالو نه غوره کرد که دیدید، درخت رو از من خریدید، انا این چیز درست نیست، چون که تا پختنش شاید هیچی نماند، فهمیدید؟ اما غوره رو کندید و فروختید که مردم غوره میخرن، با که ندارن. زکی سوال دادن که غوره یعنی زردالو کنده فروختن ممکن نه برعکس در درختش به مردم فروختن ممکن است که شاید که چی است تا پخته رسیدنش و یگان آفت آید و نابود شود.